با آمریکایی ها بدبینیم، به آنها هیچ اعتمادی نداریم. دولتی غیر قابل اعتماد، دولتی خود برتربین، دولتی غیر منطقی و عهد شکن. 60 سال از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردی که با آمریکایی ها مسئولین این کشور اعتماد کردن ضربه خوردن. یک روزی مصدق به آمریکایی ها اعتماد کرد. سازمان جاسوسی آمریکا به دست داشتن در کودتای 28 مرداد سال 32 در ایران اعتراف کرد. رژیم شاه را اساساً آمریکایی ها سر کار آورده بودند در سال 32. اونها پشتیبانیش میکردن، اونها او رو قدرت بخشیده بودند، اونها همه کاری این کشور بودند، اونها پشتوانه بودند که او بتوانه مردم رو قتل عام کنه. مرگ بر آمریکا رو کسی به ملت ایران یاد نداد. از اعماق جان یکایک مردم برآمد که مرگ بر آمریکا. در سال 57 در حقیقت یک انقلاب ضد آمریکایی به ثمر رسیده بود. مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن، امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن. امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کردیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. به دشمن ما که رژیم صدام بود کمک کردن در جنگ با ما. کربلا همه وسایل جمعی دنیا رو تحریک کردن، به خط کردن. امیدوار بودن که بتوانن با این کارهای رسانه‌ای نظام جمهوری اسلامی رو براندازن. خیالهای احمقانه خام. در سال 88 به دنبال اون انتخابات پرشور فتنه درست کردن، اما اونها اشتباه میکنن. مردم ما رو نشناختن. دشمنان این ملت روز 9 دی را فراموش کردن. بعد تحریم رو عدم کردن. همه ابزارها رو اینا به خط کردن. تحریمی که از این ابزارهاست. این ابزار از نظر اونها برای شکست نظام جمهوری اسلامی. اشتباه اونها این است که ملت ایران رو نشناختن. اشتباه اونها این است که عامل ایمان و همبستگی در میان ملت ما رو نشناختن. لذا امیدوارن بتوانن با تحریم و فشار و امثال اینها این ملت رو به زانو در بیارن. ما امریکا رو زیر پا میذاریم، نمیذاریم که دخالت در امور ما بکنه. ملت ایران اینها رو به زانو در خواهد آورد. هیچ نصر و پیروزی بچه نیست الا اینکه جانب خدای عزوجل باشه. تنها عامل برطرف کردن مزاحمت دشمن عبارت است از اقتدار ملت و ایستادگی ملت.